يا ابن الحسن يا ابن الحسن صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله ويا زوجة ولي الله صلى الله عليك يا أم الحسن والحسين يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك صابرا فداد بشر فوجدك صابرا ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس ناخلة الجبس منهدة الروك يا ابن الحسن باكية العين يغشى عليها ساعة بعد ساعة من کنم دلا بسوز برا حبیب خدا یعنی بعد باباش رسول خدا از شدت درد دستمالی به سر مبارکش میبرد دیگه جسمش ضعیف و نحیف و لاغر شده بود سیدا قامتش خو شده بود کجا سراغ دارید یه مادر 18 ساله دست به دیوار بگیره راه بره منهدت الرکن الهی بمیرم برات بیبی جانم باکیت العین شب و روز گریه میکرد یغشا علیهم ساعة بعد ساعة یعنی ساعت به ساعت از حال میرم غش میکرد زهرا یغشا علیها ساعة بعد ساعة از زندگانیم گله دارد جوانیم 9 ساله بود اومد خونه علی مرتضی 9 سال بیشتر تو خونه علی نبود اونقدر مصیبت دید
الحسن از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانیم از این زندگانیم آزار دادند زبست در جوانیم بیزار از جوانیم از زندگانیم از زندگانیم در بین امتم طلبم یاری از اجل امت پس از تو کرد عجب قدردانیم چه گذشت به حبیبه خدا که دعا میکرد اللهم عجل وفاتی سریعا در بین امتم طلبم یاری از اجل امت پس از تو کرد عجب قدردانیم بابا جانانم چنیست دگر جان برای چیست ای مرگ همتی که به جانان رسانیم بابا دیوار میکند کمکم را میرم دیوار میکند کمکم راه میروم دیگر مپرس از من و از ناتوانیم زهرا گل بر من و جوانی من گریه می کند بلبل بم زبانی من گریه می کند من پیر در بهار جوانی شدم که چرخ بر پیری و جوانی من گریه می کند
دل سوخته گریه کنم دیگر حسین را نتوانم بغل کنم زخم سینه درد پهلو اجازه نمیده حسینم و بغل بگیرم دیگر حسین را نتوانم بغل کنم این گل به باغبانی من گریه از درد شانه نشد موی زینب نمیرم هر دست از درد شانه نشد موی زینب و هم به ناتوانی من گریه زهرا جان زهرا جان و هم به ناتوانی من گریه می کند با یه جملم دلابر کربلای من یه گریه کن مدینه داش که اهل مدینه به گریهش محزون و نالان می شدن اونقدر که اومدن گفتن علی جان به فاطمه بگو یا روز گریه کنه شب آرام یا شب گریه کنه روز آرام بگیره یه گریه کنم کربلا داشت که طوری گریه می کرد و ناله می زد دوست و دشمن به حالش گریه می کردن بکت و ابکت والله کل عدو وسدی اما من بمیرم برای گریه کنه کربلا که با تازیان و کعبه تسلاش داده حسین جانم اینم سهم شهدا و پدر و مادرامون گذشتگان و ذوی حقوقمون امام راحلمون و همه اونایی که سالهای گذشته بودن بین ما و جاشون خالی خصوصا این دوتا کنیز بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها مرجع عالی قدر شیب
مرحوم آیت الله بهجتم بهره ببره حسینیا این مصیبت را کسی باور نداشت این مصیبت را کسی باور نداشت پیکرت بر خاک بود و سر این مصیبت را کسی باور نداشت پیکرت بر خاک بود و سر با همان دستی که زهرا را زدن با همان دستی که زهرا را زدن در کنار جسم تو ما را زدن جانم بأبي أنتم ونفسي وأهلي ومالي وأولادي وأسرتي يا لرسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم واحشرنا معهم باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المأسومين من ذرية الحسين و به عشق چشم گریه کنای فاطمه یا الله 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 خدایا دستای بلند شده به طرفت ناامید برمگردان فرج امام زمانمون برسان موانع فرجش برطرف بفرما خدایا حوایجمون با دست با کفایتش کفایت بفرما مریضامون و لباس عافیت بپوشان اسلام و مسلمین رهبر عزیزمون خدمت گزاران به اسلام و قرآن اهل بیت علیهم السلام یاری بفرما شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان ما رو بین اونا سالمین و غانمین قرار بده خدایا به حق حبیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمات دنیا و آخرت همه اونایی که به ما التماس داد گفتن و نگفتند و از دوستان بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن همه اونایی که به امید اینجا اومدن با دست با کفایت امام زمانمون کفایت بفرما اسلام و مسلمین رهبرمون خدمت گزاران به اسلام و قرآن اهل بیت علیهم السلام نصرت و یاری و سلامتی عطا بفرما شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان ما رو بین اونا سالمین و غانمین قرار بده خدایا ما رو دشمن شاد مفرما
خدایا دنیا و برزخ و آخرت بین ما و فاطمه سلام الله علیها جدایی مینداز. ثواب و عز و بهره از این توسلات نثار روح همه شهدا و اموات اماممون عاید و واصل بگردان. آنچه نگفتیم نیازمندیم به لطف و کرمت برابر. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.